سوال برات نیستش که چرا علی هیچ کاری نکرده؟ 40 نفر ریختن زدن، علی کاری نکرده. وقتی عمر گفت قنفذ مغیره، پسرخاله بی همه چیزتر از خودش بود، گفت فاطمه رو جدا کنید، یکی با شلاق میزد، یکی به تازیانه. قنفذ با غلاف شمشیر میزد دست فاطمه رو جدا کنه و امام صادق میگه سبب شهادت مادرم فاطمه شکستگی بازو بوده. چند وقتیست سرم روی تنم میافتد، شما جوون 18 سالته، چه خبر خانم؟ اینقدر پیر شدی، سرتون رو بالا بگین یه ذره آب بخوریم. چند وقتیست سرم روی تنم میافتد، دست من نیست که گاهی بدنم میافتد. خانم شما پیراهن گلدار داشتید؟ نه، نقش لاله به روی پیراهنم میافتد. آقا شکستگی بازو بعد 2 ماه جوش میخوره که چرا باعث مرگ میشه؟ حالا فکر کردید به این چیزا؟ نه، همه میشنویم یادمون نمیره چی شد. تحقیق نمیکنیم چون عقل فعال نشده. عقل فعال نشده. ببینید غلاف شمشیر تو شمشیره، حداقل بالای 3 کیلو باید وزن اون شمشیر بالا اون غلافه باشه. من همیشه بچه‌ها میگم میخوای بفهمی چی شده، این آستینتو بزن بالا، یه میله آهنی 3-4 کیلویی رو اینجوری بزن رو دسته، بزن رو استخونت، آروم بزن. اینقدر زد که استخون خورد کرد، دست فاطمه جدا شد ولی عصب قطع شد. دلیل این که حضرت زهرا 3 ماه تموم دیگه دستش بالا نمی اومد، یه دستی قنوت میگرفت، یعنی این دست عصبش قطع شده بوده، فقط نشکسته بوده. این که علی داشت میشست از زیر بازو برم و دید و شروع کرد گریه کردن، یعنی فاطمه تو این 3 ماه از علی مخفی کرده، نفهمه علی دست راست من کار نمیکنه، نفهمه استخون دست راست من خورد شده. فسته به علی نگو دست من کار کند، مطمئنم میافتد. من چگونه بپرم